سلام آقا، خوب هستید؟ تو رو خدا به من پیتزا بدید. من پیتزا میخوام. مسئله مرگ و زندگیه. سلام قربان، خوب هستید؟ اینجا ولی پلیس 110 هستش. نمیتونیم به شما پیتزا بدید. حتما پیتزا فروشی بدید. هویلدنگ زیاد ور نکن. دنبال یه وسیله خوبم که قشنگ بزنمت. چش به روی چشم. آخه جان مادرت، مسئله مرگ و زندگیه. تو رو خدا پیتزا آقا، پیتزا. آقا ما پیتزا فروش نیستیم، ما پلیس 110 هستیم. حتما اشتباهی زنگ زدید. خداحافظ. ای پلیس. خب بالاخره اسلمو پیدا کردم. یه اسلحه سرد برات بیارم. بعدش اینو تا میکنم تو 20 تومن منو نمیدی. به خدا همه وای